چون ما فرزند کوههای بلندیم با ما پستی نمیزیبد برادر. از کوههای بلند با دوری های دور نام او را مولا رجب و نسب خلیفه است. 25 ساله پهلوان، صبر، توانا، جسور و دلیر و پابرجا، زاده کوههای بلند رشتان زمینی تاجیکستان، عقاب بلند پرواز میدان گشتر جهان، مدالدار از جامهای اروپا تا قهرمانی روسیه، آید به گشتر جدا، جایزه‌دار سلسله مسابقه های روسیه، آید به گشتر جدا، برنده نشان نقرگین گرند اسلم باکوی آذربایجان برای تاجیکستان، غالب مسابقات بین المللی گشتینگیری پرتاب‌های جالب دارد. این پهلوان هیئت تاجیکستان را در وزن زیر 66 کیلو در گرند اسلم تاجیکستان معرفی میکند. باوری دارم که مخلصان عزیز